5 میلیارد و 300 میلیون تومان پول این فرشه. حالا چرا این قیمت رو داره؟ شاید تو ذهن خیلیاتون باشه وای چقدر گرونه این فرش. این فرش 12 متر و 100 رج. سالیان سال بافت این طول کشیده، چشم‌های پایین ضعیف شده. این فرش رو اگه من میفروختم 100 میلیارد تومنم، ببخشید من اگه میبافتم 100 میلیارد تومنم نمیفروختمش، چون عمرم پای این رفته. شاید بگین فرش 5 میلیاردی چرا انقدر گرون؟ خیلی فرش گرونتر از این حرفا ما داریم. این در کنار اون سایزهای بزرگ واقعا عدد و رقمی نداره، ولی واقعا پارچه بافته دیگه. ببینید من اصلا با این بازی میکنم، شما ببینینش، این لطافتشو ببینین. بذارین یه خورده تکونای باحال دیگه ای بدم. عین پوست مار دیگه. میبینین اصلا چیکار کردی بافند و تولید. دمتون گرم. یعنی نونی که میخورین حلالتون باشه. 100,000 برابرش رو لیاقت دارین شما بافندای عزیز. دوربین جان ما دیگه از خود بی خود شده، هلاک این فرش شده، نمیدونه دیگه چیکار بکنه. والا منم به قرآن این تیشرت میمونه. امیدوارم که کیف کرده باشید. هر توضیح بود من در خدمتم. مخلصم.